کارهای پیشگیری از انتقال و سرایتیابی به بیماری سرایتی کووید-19 در شهر و دهات پنجکند ادامه دارد، اما هنوز هم هستند نفرانی که قاعده های بهداشتی را رعایت نمی کنند، از جمله کارمندان کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی شهر که در کنار راه گل می‌شینانیدند از نقاب استفاده نمی کردند. البته ما می‌دانیم که آنها برای زیبا و آباد گردانیدن گوشه های شهر سهم می‌گذارند، ولی باید قاعده های بهداشتی را رعایت سازند. وقتی از آنها سوال کردیم که چرا از نقاب های طبی استفاده نمیبرند، به ما چنین پاسخ دادند: کارگرای خواجگی منزلی ناسکه نداریم، نه داریم، میگیریم یک کرته میگن دو کرته میگن کار میکنیم همه وقت برای خلق مهنت اختما و سلامتی اختما میکنیم. یکی سیما تماشا میکنیم، زیادتر سیما رو میبینیم که کوچه ها رو میبرورن، حالی میبینیم دیگه آدمایی که هیچ کار نه در دسته همون یا ضرور نه، یک بارگن که بریم یک همون کوچه یک ببینیم که مهنت کشو هست می در دست همون هم تیم خاک با قوم با مهون نمیتونیم کار علیش کردن. راستش میگم بسیار وقتی ما میبینم علامم میبینم من که چی با من همه اختمون کارگرام همش کم بغل ایالمان کار میکنه، یگام ماسک نمیتیاد سو دیگه دویا بروار میتیاد اتریش میدیچیل اتریش کالج بروار رو سنجیدیم. اما وای زنا کیمچه هستن نامشون هستن نبرورن یک کوچه بخوام طرف گازو میبینه یک بار بینم کنی که همین کوچه کی آباد کرد کی کار کرد که خلق فقط خواجگی منزلی همه وقت ما مهنت مشقت آزادگی برای خلق وطن اختنا کار میکنیم. این شهر من خانه من است و نه که یک کتاب من قدر ما باید رسم. همچنین در رفت نواربرداری ما مشاهده ساختیم که در خط سیرها نیز قاعده های بهداشتی رعایت نمی کردند. این حالت مخصوصا در خط سیرهای رقم 1 و 2 به نظر می رسید. راننده ها از معیار زیاد مسافران را سوار می کردند. نفرانی هم یافت می شدند که نقاب طبی نداشتند. هموطنان عزیز، امروزها که تمام جهان را بیماری خطرناک کرونا ویروس تهدید می کند، هر یک ما باید به سلامتی خود دقت مخصوص ظاهر نماییم. از رانندگان احترامانه خواهش می نماییم که از معیار معین شده زیاد آدم نگیرند. تماشابینان عزیز، سلامتی خود و نزدیکانتان را از بیماری سرایتی کووید-19 احتیاط نمایید. به ضرورت به کوچه نبرآمده در برابر رعایت فاصله اجتماعی از نقاب‌های محافظتی طبی استفاده ببرید. گزارش صبرینا اکرم و اسماعیل جان خالف.